توی 10 روز مکالمه انگلیسی رو فول میشید. قسمت دوم. این قسمت فرودگاه. چک این، ثبت نام. چک این. بوردینگ پاس، کارت پرواز. بوردینگ پاس. گیت، دروازه. گیت. دیپارچر، خروج. دیپارچر. arrival، ورود. arrival. baggage claim، محل تحویل بار. baggage claim. baggage به معنی همون اساسیه و باری که شما میبرید هستش. security check، بازرسی امنیتی. security check. security یعنی امنیت. check یعنی بازرسی. customs، گمرک. customs. flight information، اطلاعات پرواز. flight information. flight یعنی پرواز. information اطلاعات. delayed، تأخیر. delayed. cancelled، لغو شده. cancelled. terminal، ترمینال. terminal. luggage، چمدان. luggage. carry on، بار دستی. carry on. passport control، کنترل گذرنامه. passport control. departure lounge، سالن انتظار برای مسافرایی که منتظر پروازشون هستن. red eye flight، پرواز شبانه. frequent flyer، مسافری که مدام از هواپیما استفاده میکنه و امتیاز ویژه داره. connecting flight، پروازی که مسافرها برای رسیدن به مقصد نهاییشون از اون استفاده میکنن. missed flight، پروازی که به خاطر تأخیر نتونستن سوارش بشن. on time، پروازی که به موقع انجام میشه. layover، توقف بین دو پرواز. قسمت‌های قبلی رو از دست نده. حتما تونستی با کلمات برام جمله سازی کن و کامنت کن.